در 15مین سال سلطنت شاهنشاه تیبریا، زمانی که پونتی پیلات بر یهودان سروری میکرد و هیرات حاکم جلیل بود، در عهد نخست راهبان جهان حنا و قیافا در بیابان به گوش یوحنا کلام یزدانی برسید و او غسل تعمید را بهر آمرزش گناه ها تبلیغ کرده سر به سر کشور اردن را بگذشت. از گناه ها رو بتابید، غسل تعمید کنید و خدا شما را بیامرزد، چنان که در مصحف پیامبر اشعیا آمده است: فریادی غریبی بیابان، راه خداوند را بگشایید، راهی راست بهر خداوند. هر وادی باید انباشته، هر کوه و هر تل باید پست گردد، هر کجی راست و هر ناهمواری هموار گردد. آنگاه هر انسان نجات خدا را ببیند. اما چی میفرمایی که بکنیم؟ بگوی که آخر ما شما باید چی یک کنیم؟ تود افعیانید. چی میخوای از ما؟ و ما چی میفرمایی که بکنیم؟ اگر تو دو پیرهن داری، یکی اش را به گدای اوریان بده، وگر نان داری به گشنه بده. ای بزرگوار، ما که خراج می ستانیم چی کنیم؟ خراج از روی انصاف ستانید. ما که سربازیم، ما چی کنیم؟ از کسی به زوری زر نستانید، زینهار به کسی تهمت نزنید، به مزد خود قناعت بکنید. بگو که آیا مسیحا تو هستی؟ من به آب غسل تعمید می دهم، ولی کسی می آید بسی بزرگتر از من که من ارزنده نیستم به یک ناخونی پای او، به بستنی بندی پاپوشش و او شما را غسل تعمید دهد به روح مقدس و آتش. او به یک باد دادنی غیربال همه خیرمند پاک گرداند و همه گندم در انبار خود ذخیره نماید. روح القدس در صورت کبوتری بر عیسی نازل شد. و آواز از عرش به گوشش رسید که تو پسری حبیبی من هستی، من با تو خوشنودم.